سلام، حالتون خوبه؟ روزتون بخیر. من معصومم، مامان لیام. امیدوارم که این فیلم ما یهوییه یا هوس دلمه کردیم. ایشونم آقا لیامه. سلام بده ماما. ببین همش لباسا رو در میاره بیرون. من و پسرم هوس دلمه کردیم، میخوایم دلمه درست کنیم. با ما همراه باشید و خیلی خیلی خوشحال میشیم که روزمرگی ما رو ببینید و حمایتمون کنید. من و لیامو ممنون. خب یکم پیازمون که طلایی شد هردیاشو میزنیم. زردچوبه، هردی کاری، یکم پودر پاپریکا چون تون میشه، لیام نباید زیاد تون بخوره. هم میزنیم. اینجا خبری از کلاس و نمیدونم اشوه مشوه نیست، اینجا معمولی. اینم آقا لیامه، اینم لباسامونه، اینم غذایی که میخوره، اینم گوشتمونه. من شستم چون خونش بدم میاد، خونه گوشت چرخ کرده. اضافه میکنیم. قشنگ هم میزنیم. چون دارم آشپزی میکنم میخوام یکم هم باهاتون صحبت کنم. من 12 سال که بچه دار نمیشدم، خیلی سختی کشیدم، خیلی دکتر رفتم. بچم دستش مولای کشو. اشکال نداره مامانی، اشکال نداره جان. مامان دستتو بگیر اینجا، این همش باید پیش من باشه، با هم آشپزی کنیم. خب آقا لیام اومد بغل مامانشه. با هم آشپزی میکنیم. اصلا یعنی تکون نمیخوره از پیش من. خلاصه من خیلی سختی کشیدم، خیلی دکترها رفتیم و جواب نگرفتیم. بعد آخرش یه دکتر پیدا کردم و مامانی با کلن 2 تا تخمک داشتم، یعنی 2 تا تخمک هم که بچه نمیشد باید میرفتم واسه احتایی. خدا بهمون رحم کرد و IVF کردم. 2 تا بچه، یکیش نشد و آقا لیام به امید خداوند، خدا خواست که زنده باشه. نور امید ما. مامانی چی شد؟ داریم آشپزی میکنیم ماما. خوشمزه. حالا تا گوشتمون سرخ بشه یه قیر بده آقا لیام. آره عاشق قیر، عاشق آهنگی. مامانی قیر بده. آفرین پسرم، نانای کن. خب اینجا یکم فلفل دلمه اضافه میکنیم. من این یوتیوب مامانی نزن، یوتیوب به خاطر آقا لیام زدم و امیدوارم که به نتیجه برسه. یکم فلفل دلمه اضافه میکنیم. بعد من یه دونم گوجه پوست کندم. گوجه دوست دارم چون که همسرم اصلا گوجه خور نیست، ولی تو غذاها سعی میکنم اضافه کنم چون مثل مرد گوجه خیلی خوبه برای کنم. نخور. آره اینا رو اضافه میکنیم.
یکم در تابه رو میذاریم که قشنگ گوشتمون یه ذره به خودش بیاد پخته بشه. ای آقای حمید هیرات، حیف این صدا نبود بره زیر خاک، خدا رحمتش کنه. یه جیغی خب این مواد دلمه ما آماده شد. گوشت چرخ کرده و فلفل دلمه و گوجه و لپه با ادویه. من یه سری آوردم ریختم. اینم برنج پختمونه که اینم که آقا لیامه همش قور میزنه. یادم رفته بود که چی میگن رب نزدم، دوباره از اول بردم رب زدم. آره اینم برنج پختمونه. مامانی نگاه کن، ما به به درست کنیم. آره به بذار اینو بذارم اینجا که نیفتی. این برنج پختمون بود. اینم که سبزیمونه آماده سرخ شده بهش اضافه میکنیم. من عاشق سبزی دلمه، چون که سبزی دلمه فقط مزه میده. دلمه جان مامانی. لیام خیلی بد غذاه، هر چیزی رو نمیخوره. جان نمیذاری ماما صحبت کنه؟ دوست داری شما صحبت کنی؟ صحبت کن، بگو خالا چرا اما چرا منو دنبال نمی کنید؟ من گناه دارم، منو دنبال کنید. آره مگه من چی کم میذارم؟ ببینید دارم براتون آشپزی میکنم. آقا لیام داره براتون آشپزی میکنه. به برقمون رفته بود اومد دوباره. آره بگو عموها، خاله ها، خارجی ها، ایرونی ها. مامانم به خاطر من یوتیوب زده، نصب کرده که بره بالا برای آینده من. تو رو خدا حمایت کنید، این دکمه مشترک رو بزنید، ما هم مخاطبامون بره بالا. آره مامانی بگو. ببین آقا لیام داره براتون ببینید براتون قور میزنه. آقا لیام رو حمایت کنید، برای من نه، برای آقا لیام. تا میتونید همراهیش کنید. این مواد دلمه رو قشنگ هم میزنیم. این مواد بشه نمیدونم ما رو رفت نمونه میکنیم. این مواد دلممونه قشنگ همه چی پخته آماده تمیز. ایشالله که دلتون نخواد. اینم برگمونه که شستیم پخته آماده بره پر بشه اگه آقا لیام اجازه بده. آقا لیام اجازه میدی ماما دلمه درست کنه؟ برگا رو پر کنیم. باش بشین اینجا به ماما کمک کن. آفرین به مامانی کمک کن. سر قشنگ اول قابلممون یه ذره چرب کنیم. آقا
آقا لیام داری به به میخوری؟ آره مامانی؟ اینجا خودتون به به داری. یکم ته قابلمه‌مونو چرب میکنیم. بعد از این برگ‌هایی که به درد نمیخورن میاریم کف قابلمه یه ردیف. پسر مامانشه، با ادب پسرم. ایشالله که هر کی چشم انتظار خداوند بهشون اولاد بده، چراغ خونشون روشن بشه. واقعا بی اولادی سخته. من 12 سال فقط در و دیوار نگاه کردم، ناامید از دنیا. خیلی سخته کشیدم. خب نکن مامانی. این قابلمه‌مونه قشنگ بعد چیدیم. میخوای به ماما کمک کنی؟ آره مامانی؟ آره مرسی. مرسی که به ماما کمک میکنی غذا درست کنی. بابایی بیاد گشنه نمونه. آره مامان؟ دستتون درد نکنه. ما دلمه ها رو دراز دراز پر نمی کنیم، اینجوری میکنیم. یه قاشق میریزیم وسط و اینجوری تا میکنیم. اینجوری تمام. میذاریم کف قابلمه بردیم. این قسمت دلمه رو پر میکنیم. آره شما آموزش بده مامانی. نریزی مامان، زمین گناه داره دیگه. برگ نداریم. آفرین پسرم. دیدین پسرم چقدر با ادبه. گفتم بذار سر جاش گذاشت. نریز مامانی نکن. آفرین مامان جون. آقایون با ادبه. خب دلمه پیچ ما آماده شد. اینجور پیچوندیم تموم شد. یکم مواد دلممون موند، گذاشتم تو قابلمه و گذاشتیم یخچال. اینو میذاریم 2 ساعت دم میکشه و سسش رو آماده میکنیم. میریزیم روش رب انار و رب با هم سرخ میکنیم. و اینم آقا لیام که در حال شلوغکاریه. اگه از فیلممون خوشتون اومد، آقا لیام رو دوست دارین، ادامه اگه دوست دارین ما فیلم‌های بهتری بسازیم، دکمه مشترک رو بزنید تا ما بتونیم یکم امیدوار بشیم و فیلم‌های بهتری براتون آماده کنیم. آقا لیام بای بای کن. آقا لیام هم که تازه داره راه میفته، اونم با کمک. انشالله که دلمون رو شاد کنید. روزتون بخیر.